دوستان، خدا قوت. امیدوارم که حال دلتون و حال زنبوراتون عالی باشه. یه دو شب خواستیم ما یه لایوی رو برگزار کنیم، لایو مشترک با جناب فلاح در مورد کندوهای لانگ استرود و زنبورهای پاکتی که متاسفانه نشد، حالا به خاطر اینترنت و اینجور داستانا، ولی وظیفه خودم دونستم به عنوان کسی که داره به زنبوردار خدمت میکنه و کندو میسازه و امسال هم انشالله پرورش ملکه ما برنامه‌اش رو داریم تو دست. وظیفه خودم دونستم راجع به زنبور پاکتی یه توضیح خدمتتون بدم. اول از همه بگم که زنبور پاکتی از کجا داستانش شروع شد. زنبور پاکتی تو آمریکا چندین سال پیش یه زنبورداری زنبورستانش از بین رفت، ضعیف شد و به قول معروف بنر کرد و آگهی کرد که هر کی بتونه زنبور بیاره به ازای هر 2 پوند، حالا 1 پوند زنبور یا 2 پوند زنبور که بودن 2 کیلو زنبور، $1 میدم. خب اون زمان مبلغ قابل توجهی بود و خیلی از زنبوردارا پاکت زنبور بردن برای این بابا و خلاص حالا کارش راه افتاد و بعد از اون مد شد و این قضیه به نتیجه نرسید. چرا؟ چند تا دلیل داره این زنبور پاکتی که اصلا کار درستی نیست. یکی این که کسی که زنبور پاکتی به شما میفروشه، البته من کاری به همکارا ندارم که این قضیه رو دارن مد میکنن تو ایران و جا میندازن، کسی که زنبور پاکتی میفروشه مخصوصا الان تو این فصل شبکه مانع گذاشته و زنبورای طبق عسل رو داره شک میکنه و میتکونه داخل پاکت و اینا زنبورای پیری هستن که مطمئن باشید چند وقت دیگه عمرشون تمومه. حالا من کاری به این قضیه ها ندارم، ایشون حالا این دوستان برمیدارن زنبور رو از طبقه شبکه مانع که خیالشون راحت بشه ملکهشون قاطی زنبوراشون نمیشه. البته ویدیو طولانی میشه ولی خب مجبورم این قضیه رو بگم که دوستان آگاه بشن. زنبور رو میتونه داخل پاکت و یه ملکه هم معرفی میکنه، میندازه داخل این پاکت و میفرسته برای شما دوستان. اول از همه که این زنبورا پیرن. حالا اگر خیلی آدمای با وجدانی باشن 1-2 تا زنبور پرستار، قاب پرستار هم میتکنن داخل اون پاکت که بعید میدونم این اتفاق بیفته. و شما که این زنبور پاکتی رو خریدی، اینو میبری داخل یک کلونی، میریزی داخل کندو. حالا 3-4 روز طول میکشه که به اینا برگمون بدی و اینا برگمون ببافن. 3-4 روز طول میشه تا این ملکه شروع به تخم‌ریزی کنه. حالا ملکه تخم‌ریزیش انجام داد، کو زنبور پرستاری که قده ژلش فعال باشه و بخواد این لاروا رو تغذیه کنه؟ 3 روز میکشه، 4 روز میکشه تا این تخم‌ها تبدیل به لارو بشن و کوب زنبور پرستار جوانی که قده ژلش ولفودش فعال باشه و بتونه این لاروا رو تغذیه کنه و مطمئن باشید که کلونی تا بیاد کلونی بشه. شما فصل شهد از دست دادی، فصل گردر از دست دادی و این کلونی هم کلونی به شو نیست. حالا این یکی از علتاش. علت دیگه این که شما زنبور رو تکونده داخل پاکت و چون نه مومی هست، نه عسلی هست، نه برمومی هست، نه ژلی هست، نه فلانی هست که این زنبور بخواد ازش دفاع کنه و شما آرامش زنبور رو نمیدونی این کلونی، این پاکتی که خریدی زنبورش آرامش داره نداره، چه جور زنبوری هست. اینم یکی از دلیلاش. دلیل بعدی اینه که شما وقتی زنبور رو از روی قاب میخری، 3 قاب زنبور میخری، 4 قاب زنبور میخری، مریضی زنبور رو میبینی، نحوه تخم‌ریزی ملکه رو میبینی، آرامش زنبور رو میبینی، لاروا رو میبینی، 1000 جور مریضی، لوک اروپایی، لوک آمریکایی، لارو میری، نمیدونم قارچ، کپک، همه اینا رو با چشمت میبینی و اینو میخری. حالا درسته برداشتن که دارن میگن که آره این جلوگیری از مریضی میشه. جلوگیری از چه مریضی میشه؟ شما روده زنبور رو کجا جلو مریضیشو میگیری و این زنبور رو ارسال میکنی برای زنبوردار که بدون این زنبورت سالمه؟ بله، فقط آمار کنه شما دیگه، حالا شاید از نظر کنه این زنبور سالمی را شاید اونم 10%، 20% تحویل بگیرید، وگرنه از نظر بقیه مریضا شما مریضی رو داره با پاکت منتقل میکنی به زنبورستانت و باعث بدبختی زنبوری شما کافی یه زنبوری که نوزما داشته باشه داخل این پاکت بشه و وارد زنبورستانت بشه و این نوزما فراگیر میشه داخل زنبورستانت و باعث بدبختی زنبوردار میشه. این 2-3 تا دلیل که خدمتتون عرض کردم. شما
الان من نمیدونم حالا زنبور پاکتی رو چجوری حساب میکنن، چقدر چند گرمی حساب میکنن، چی حساب میکنن که میگن حالا به صرفه تر هست. ولی الان من زنبوردار، من کندوساز، منی که یه تولید کننده هستم و دارم خدمت میکنم به جامعه زنبورداری و دارم تنوع ایجاد میکنم که زنبوردار دستش باز بشه و مجبور نباشه فقط یک نوع مدل کندو بخره و کندوهای استاندارد دارم برای زنبوردار میسازم. من نمیدونم این داستان. خب میرم سر زنبورستان یارو طرف همکار نگاه میکنم، آرامش قابو میکشم بیرون، آرامش زنبور رو نگاه میکنم، ملکه رو نگاه میکنم، تخم روزش رو میبینم، مریضی رو میبینم، حالت بالای زنبور، براقی بدن زنبور، حالتهای زنبور، همه رو بررسی میکنم. یه زنبور سالم میخرم میام. و چه لزومی داره بخوام هزینه کنم مثلا میگم 1,500 حالا 2 تومن بدم که یه زنبور پاکتی برای من ارسال بشه و اینو من برنامه ریزی کنم 2 ماه 3 ماه وقتمو بذارم، فصل شهدم از دست بدم، دشتم از دست بدم، بعد تازه این کلونی برای من زنبور بشه. نیست که نیست برادر من، نیست. این کار اشتباهه. خب میرم زنبور، هر قابی مگه چقدره؟ الان هر زنبور قابی هم بخوای بخری قابی 350,000 تومنه. یک کلونی 3 قاب، یک کندوچه 3 قاب هم که شما تهیه کنی برات تموم میشه مثلا 1,500 با ملکش. خب حالا کندو از خود بخوای آقا هزینه کندو ندی، یک کندو از خودت میبری از پیش اون زنبور، اینا کندو ارسال میکنه آقا برای من زنبور بریز توش. حالا هزینه 800 تومن کندوی معمولی بخوای دست دوم حساب کنی، حالا زنبوردار وقت زنبورچه کندو 400 حساب میکنه. این نهایت مثلا میخوای شما جلوی مثلا نظر اقتصادی جلوی این قضیه رو بگیرید میشه 500,000 تومان برادر من. ولی شما با این 500,000 تومان بدبخت نمیشی، شما تازه پیشرفت میکنی. و اشتباه زنبور پاکتی اشتباهه و این نتیجهش 2 سال دیگه 1 سال دیگه خود دوستانی که این زنبورا رو خریدن دادشون در میاد، چون زنبور پیر خریدن، زنبور پرستار نخریدن و این خود این قضیه تو مسیر تا بیاد به دست زنبوردار برسه. حالا درسته اطراف نزدیکو میرن حضوری تحویل میدن ولی تلفات داره، داستان داره و شما داری یه هندونه دربسته میخری که هیچ چیش معلوم نیست. تازه چاقو رو که میندازی درش که باز میکنی ای بابا گچ توشه. و مطمئن باشید این قضیه جواب نمیده و اگر جواب میداد تو آمریکا و تو آلمان الان فراگیر شده بود. پس جلوشو گرفتن. اونجا باز یه حمایتگری دارن، یه ارگانی دارن که حمایت میکنه این قضیه. حالا تو ایران که متاسفانه هیچ حمایتی در کار نیست و زنبوردار با آزمون و خطا این قضیه رو چون قیمتش ارزونه هجوم میبرن، تهیه میکنن و بعد با شکست مواجه میشن. وظیفه خودم دونستم به عنوان یک کسی که داره خدمت میکنه این قضیه رو آگاه سازی کنم. حالا دیگه دوستان تصمیم گیرنده خودشون هستن که زنبور پاکتی تهیه بکنن یا نکنن. و اون دوستانی هم که دارن زنبور پاکتی اونم از دوستان بنده هستن. حالا یه طرحی عواقبش در نظر نگرفتن و این طرح شروع کردن. امیدوارم که موفق بشن. ولی از نظر علمی و از نظر تحقیقاتی که انجام شده تو این سالها تو کشورهای آمریکا و آلمان این قضیه جواب نداده برادر من و فقط باعث بدبختی زنبوردار میشه. امیدوارم که موفق باشید، مؤید باشید، ایام به کامتون بشه. وظیفه خودم دونستم به عنوان کسی که دلم میسوسه واسه جامعه زنبورداری این قضیه رو به صورت یه پست در بیارم و خدمتتون تقدیم کنم. طولانی شد، عذرخواهی میکنم. شبتون خوش، موفق و مؤید باشید.